بسم الله الرحمن الرحیم. چند حدیث را از حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اینجا ذکر میکنیم. در امور دین یعنی در کارهای دین آسان گیرید و سختگیر نباشید. مژده دهید یعنی خوشخبر دهید و مردم را از خود گریزان نکنید. بهترین شما کسی است که قرآن را یاد گیرد و به دیگران نیز یاد بدهد. نماز جماعت بر نمازی که تنها خوانده می شود 27 درجه ثواب و فضیلت دارد. مال خود انسان همان مال است که در راه الله انفاق کرده شود و آنچه که باقی گذاشته است مال وارثش به شمار می رود. هر کس آیت الکرسی را بعد از هر نماز فرض بخواند هیچ چیز مانع ورود او به بهشت نمی شود، فقط کافی است بمیرد تا وارد بهشت شود. هر پیغمبر یک دعای مستجاب یعنی قبول شده دارد که از آن استفاده می کند و من می خواهم دعایم را برای آخرت ذخیره کنم تا امتانم را شفاعت کنم. قرآن بخوانید، زیرا قرآن در روز قیامت برای یاران خود شفاعت می کند. غیبت آن است که به گونه در مورد برادرت صحبت کنی که ناراحت شود. اگر آنچه که میگویی آن خصلت در برادرت وجود داشته باشد پس برادرت را غیبت کرده ای. اگر در او وجود نداشته باشد پس تهمت زده ای. تا زمانی که در انتظار نماز نشسته باشید گویا در حال نماز خواندن هستید. از طرف من به مردم تبلیغ کنید یعنی برسانید، اگرچه یک آیت قرآن هم باشد. هنگامی که صدای اذان به گوش شما رسید کلمه های اذان را همراه مؤذن تکرار نمایید. هر کس برای خوشنودی الله مسجد بنا کند الله تعالی خانه مانند آن در بهشت برایش بنا خواهد کرد. البته خانه های بهشت قیمتش خیلی بالا است. هر کسی که در خواندن قرآن مهارت دارد در روز قیامت منزلت مانند منزلت فرشتگان بزرگوار و نیکوکاران خواهد داشت و کسی که با لکنت زبان و سختی آن را تلاوت نماید 2 اجر و پاداش خواهد داشت. هر مسلمان درخت بشیناند یا دانه بکارد و از آن میوه یا دانه هر پرنده یا انسان یا حیوان بخورد برایش صدقه حساب می شود. هنگامی که به رخت خواب داخل شدی آیت الکرسی را بخوان، همواره در حفظ الله خواهی بود و شیطان به تو نزدیک نخواهد شد. وقتی که یکی از شما خمیازه کشید دستش را بر دهان خود بگذارد، زیرا شیطان از راه دهان
به آن داخل می شود. زیاد سجده کن برای الله، چون که تو یک سجده نمی بری برای الله مگر اینکه الله متعال درجه برای تو بخشیده و یک گناهت را از نامه اعمالت پاک می سازد. اگر آمین گفتن یکی از شما با آمین گفتن ملائکه ها در آسمان همزمان برابر شود، گناهان گذشته اش بخشیده می شود. دستت را محکم نگیر تا خداوند بر تو سخت نگیرد. آنچه را می دهی حساب نکن تا خداوند علیه تو حساب نکند. از دعای مظلوم حذر کن، زیرا بین الله و دعای مظلوم حجاب و پرده وجود ندارد. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کس از جماعت باز نمی ماند مگر فردی منافق یا بیمار. نخستین یعنی اولین فیصله که در روز قیامت میان انسان ها صورت می گیرد در مورد خونها یعنی قتل ها است، یعنی خون ناحق ریخته شده. هر کسی که الله تعالی در حق او اراده خیر نماید به وی فهم دین نصیب خواهد کرد. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. ان شاء الله دوام دارد.